روز یکشنبه گروه‌های نیمه نظامی سوریه که از سوی ایالات متحده آمریکا پشتیبانی می‌شوند عملیات نهایی برای اشغال شهر رقه قرارگاه گروه دهشت افکن دولت اسلامی را شروع نمودند. خبرگزاری آنها گزارش می‌دهد که قبل از آغاز عملیات بر پایه موافقت با نیروهای دموکراتی سوریه شماری از جنگیان دولت اسلامی از شهر بیرون شدند. شیخ حمد عبدالرحمن الفرج رئیس شورای قبیله ها گفت که این اقدام در جواب به درخواست پیران منطقه رقه صورت گرفته به خواهشمندان به ویژه آنهایی که میخواهند رقه را ترک کنند خصوصا شهروندان سوریه چنین امکان فراهم آورده شود. شیخ های منطقه رقه امیدوارند که این عمل از خونریزی در میان اهالی ملک جلوگیری خواهد کرد. سخنگوی نیروهای دموکراتی سوریه طلال سیلا به خبرگزاری ریترز گفته است که تخمیناً 200-300 نفر جنگی خارجی هنوز هم در رقه می باشند و این محاربه نهایی برای اشغال رقه خواهد بود. سال 2014 رقه اولین منطقه بزرگ بود که تحت تصرف گروه دهشت افکن دولت اسلامی گذشت. اکثر رهبران این تنظیم محض در رقه جایگیر بودند. بر علاوه به نیروهای دموکراتی سوریه، ارتش دولتی سوریه نیز با کمک روسیه بر ضد گروه دهشت افکن عملیات پیش میبرد.